که من مردم من هستن. این از ژاپن اومده بوده است، از سفارت خونش. اینجا ما 2 تا دوربین داریم که گفتم ما اینا رو تو ژاپن کمتر میتونیم پیدا کنیم، شما اینا رو میفروشین؟ گفتم که من باید از 80 میلیون نفر اجازه بگیرم. این تعجب کرد از این جواب من. این مجموعه چند تا دوربین داره؟ این مجموعه 1400 تا دوربین و لوازم عکاسی داره. پرکش‌ترین دوربین حرفه‌ای دنیاست. ساخت کارخانه لایکا و مینوکس. در این مجموعه 3 تا از دوربین‌ها مال عکاسان بزرگ، یچیروس خان، میرزا عبدالله گازار و محمد حسین خان گازاره. در مورد تاریخچه اینجا بگو، جمع‌آوری این دوربینا چقدر طول کشید؟ اول خودتو معرفی کن. با سلام، من محمد علی جدیدالاسلام هستم، متولد 17 فروردین 1331 در محله انجد، کوچه حاج سید حسین تبریز. در این مجموعه دوربین‌های 2 لنزه که یه لنز بالا برای دیدن منظره است و لنز پایین ثبت کنه. مشهورترینشون این رولی فلکسه. این رولی فلکس محبوب اکثر عکاسا. چرا؟ برای اینکه وست لول وقتی بخواست بگیرن در عکس سرپا دوربین اینجا بود و دفرمه نمیشد، تصویر به پرسپکتیو نمیرفت و وقتی هم میخواستن از یه جمع بیشتری عکس بگیرن، عکاسا بدون که جای بلند برن اینطوری دوربین رو میبردن بالا، به ویزورش نگاه میکردن و عکاسی میکردن. بعد به خاطر خیلی محبوبه و لنزش هم خیلی مرغوبه، عکسای خیلی خوبی میداد. در این مجموعه شما دوربین های زایس آیکون ساخت آلمان رو میبینید. این که میبینید این فلاش ها داخلشون نوار منیزیم بود که به هر عکس یه بار اینو به اصطلاح وقتی میزدن میسوخت، منفجر میشد و نور میداد. که یه دونه تبلیغات هم اینجا داره که اکثر این دوربین‌ها که روی تبلیغات هست اینجا هستش. یعنی این که الان میبینید این فلزم، این یه دونه سلف تایمره که اونجا بستیم بیت شو میبینید روی اون دوربینه که وقتی میخواستن از خودشون عکس تایمرش یادگاری بگیرن تایم میداد. این بالا هم یه دونه ویزوره که این لنزاش عوض میشه برای لنزهای واید، نورمال، تله. اونجا کادرش رو تعیین میکنه چه در چه کادری بگیرن. این کوچه نورسنجه، اون بالا نورسنجی میکنن که چقدر نور بدن. اینجا مثلا ما دوربین های زیاد داریم که این با کنتاکس مال کارخانه زایس آیکونه، خیلی از اون دوربین های مشهور دنیاست. خب در اینجا تمام دوربین ها ساخت کارخانه کوداک آمریکا. خب کوداک اولین کارخانه است که دوربین عمومی ساخته به طور جعبه. اون جعبه را میبینید، اینا رو دارن که از مقوای فشرده ساختن. فیلم رو مینداختن، میگفتن عکاسی از شما، ظهور از ما. میبردن تو عکاسخونه، میدادن فیلم رو بر میداشتن، فیلم تازه، فیلم جدید مینداختن که تمام اینا گفتم ساخته. اون زمان که کلاس 6 بودم از جلوی خرازی فروشی رد میشدم، انگلیسیم هم زیاد خوب نبود. این رو خوندم، فکر کردم این لایکاست. این نوشته فلیکا یعنی لایکا، دقیقا افشو برده دقیقا لایکا خونده میشه، لیکا. خب که رفتم اینو 20 تومن گرفتم، بعد دیدم که این لایکا نیست ولی خب خاطرم اون دوربین جعبه پشتم مال پدرمه که من از بچگی اونو اون جعبهشو من برمی داشتم همیشه هر که میرفتیم. جعبه چرمیش بله دست من بود. این 100 سال خدمت داره؟ بله 100 سال. قدیمی ترین هم اون بود دیگه. قدیمی ترین برای 175 سال خدمت داره. اینا هم اینی که برای پدرتونه چقدر خدمت داره؟ اون که مال پدرمه اونم 100 سال و بیشتر خدمت داره، چون
از جوانی با اون عکس گرفته. در این مجموعه شما یه دوربین چه می‌بینید به نام ربات. قدیما خبرنگارا چون دوربینا موتور درایو و وایندر نداشتن، این بالا کوک میشد، 36 تا فیلم رو پشت سر هم میگرفت. خب این بالایی هم با پمپ، یعنی شاترش بادی بود، فشار میدادن با پمپ. این یه چی دوربین ها که میبینید اینا رو اصطلاحاً میگفتن دوربین های جعبه‌ای، مذهب کتابی. یه دسته این مجموعه که الان شما ملاحظه میکنید به اینا میگفتن دوربین های کتابی، چون جمع میشه، دوربین فانوسی پورتابل جمع میشه و خیلی راحت قابل حمله. در عین حال چون نگاتیو 120 میخوره، نگاتیوشون بزرگه، لنزاشون هم خوبه، عکسای خیلی با کیفیتی از اینا تهیه میشد. این دوربین هم دوربین لارج فرمت بهش میگن سیناره که مشهورترین دوربین لارج فرمت دنیاست و این لین ها هم یه چی از همون نمونه است. اما اینجا ببخشید در این مجموعه شما این دوربین چه میبینید؟ پرتشترین دوربین حرفه‌ای دنیاست. ساخت کارخانه لایکا و مینوکس که خیلی لنز خوبی داره نسبت به اون جستش، دوربین خیلی خوبیه. و در این مجموعه 3 تا از دوربین ها مال عکاسان بزرگ، یکی روزخان، میرزا عبدالله گازار و محمد حسین خان گازاره که عکساش هم نمونه عکساش یکی این از روسی خانه، این از میرزا عبدالله گازار، این پسر عطابک اعظمه. خب و اون عکس بالایی هم که میبینید عکسی که از روی عکس ملک قاسم میرزا، اولین عکاس ایرانی، پسر 24م فتحعلی شاه. یه زمانی که پاولوف از روسیه در زمان محمدشاه اومده ایران، ناصرالدین شاه اون موقع 13 سالش بود، ناصر میرزا میگفتن، و ملک قاسم میرزا 14 ساله بود. اینا میرن از پاولوف عکاسی یاد میگیرن و شروع به عکاسی میکنن. اونو من از وراث ملک قاسم میرزا گرفتم. متاسفانه این ملک قاسم میرزا وسایلی که توی شیشوان داشت در سال 57 یه عده ناآگاه ریختن خونه‌شون رو آتیش زدن، تمام وسایل عکاسی و نگاتیفاش در اون خونه از بین رفته و الان عکس دیگه به غیر از این در دست نیست. که اینم من از نوش گرفتم. بعد تو این مجموعه باز دوربینی که خیلی قابل توجه اینه که این دوربین مثل دوربین‌های فانوسی معمولی نیست، بلکه پردهش کوچ میشه و شاترش پرده‌ایه، این ور اون ور میره. این یکی دوربینا جلوشون لنزی که دارن کمپور، پردهشون رو اون لنزه، ولی مال این اون پشت یه پرده از چه مثل این دوربین‌های معمولی. خب حاجی سوال ازتون بپرسم، این مجموعه چند تا دوربین داره؟ این مجموعه 1400 تا دوربین و لوازم عکاسی داره. البته به 1500 تا رسوندیم، منتها یعنی از این وسط که جمع کردیم همشون تو چمدوناست، اگه خواستین اون تو از 180 سال پیش تا از 175 سال پیش تا 60 سال قبل. تشریف بیارین اینجا هم بازی دوربین هایی هست ببینید. اول این فیلم برداره لحظه بچه خوبین. این دوربین های فیلم برداری 8 و سوپر 8. اونا که کاست میخوردن و نوارشون هم اونجا میبینید هرگشو اون 8، ولی این 16. این 16 رو مینداختن در دوربین های 8 میلیمتری مثل اون ریلای دو طرفه، خب دو لبه. اول فیلمی که میگرفتن بعد برمیگردوندن، اون یکی لبش هم میرفت که توی لابراتوار از وسط یه دونه برش میخورد که بهش میگفتن فیلم های 8 میلیمتری، ولی وقت کاست اومد شد سوپر 8. در این مجموعه این دوربین باز یه دونه پانورامای روسیه مثل اون واید لوکس. خب اون دوربین که 3 تا لنز داره، فیلم برداریه برای عوض کردن
آن واحد فیلم برداری که هم واید هم تله هم نورمال. این دوربین ها که اینجا می‌بینید یکی 3 تا لنز داره، یکی 2 تا. این دوربین ها دوربین استریوسکوپ، دوربین 3 بعدیه، 2 تا تصویر بغل هم می‌گرفت. وقتی شما نگاه می‌کردی با دستگاهش، اون وقت 3 بعدی می‌دیدی همه را. خب شوروی بعد از شکست آلمان، اینم به جمعی خالی از لطف نیست، بعد از شکست آلمان کارخانه لایکا رو برد به شوروی. این عکس دوربین هایی که اینجا میبینید اول دقیقا مثل لایکا کپی زده بود، بعدا آلمان اعتراض کرد، اینا رو زده با نام زوکی و فید که کارخانه لایکا رو برده بود اونجا. الان کارخانه لایکا برای اینکه دوربین های اورجینال اصل از نااصل تشخیص داده بشه، هر دوربینی که خودش تولید کرده شماره سریالش رو زده در اینترنت. شما مثلا میبینید که از کدوم شماره سریال چند تا تولید شده، پولاروید. که لازمه که من این بالا توضیح بدم اون دوربینی که دوربین S670 که در زمان قدیم شاه هم یه عکسی داره که با این دوربین داره. زیر اون این دوربین مخصوص کارت شناساییه. کارمندایی که میخواستن کارت شناسایی بهشون بدن مشخصات رو می نوشتن یه طرف، بعد مقابل این میستادن، اون مشخصات رو میدادن به این دوربین، کارت شناسایی تصویر به صورت عکس و مشخصات دوربین‌های 4 تایی. اینا یکی برای عکسای استودیو، پاسپورت و اینا بود. این یکی هم عکسای 4 مدلی می‌گرفت. هر یک از این در پوش لنزا که برمی داشتن یه دونه شاتر می‌زدن. خب 4 مدل در یه دونه کاغذ 4 مدل مختلف عکس می‌دیدیم. اینه چی گفتم، در زمان سربازی رفتم سال 49 به نمایندگی کانون این دوربین رو خریدم و خیلی دوستش دارم. این با من همیشه رفیق بوده. اون پشت نمونه کاغذهای عکاسی رو میبینید و اونایی که مثل فنر دارن، کاغذهای متفاوت میومد که ما به اینا میگفتیم مستوره، یعنی نمونه. انواع اقسام کاغذهای براق، مخملی، مات، ابریشمی، زغالی و همه نوع کاغذ بود که سفارش میدادیم بهمون میداده. در اون بالا پنتاکس، آسایی پنتاکس، یه دونه دوربین بزرگ داره که با فیلم 120 کادر 6x7 میگیره. بغلش اون که دوربین نوشته پنتاکس اوتو 110. خب اونم لنزاش عوض میشه، فیلم 110 بیخورد. خب این پنتاکس به خاطر مرغوبیت لنزش که SMC سوپر مولتی کوتد نامیده میشد مشهور بود. این طرف هم دوربین‌های نیکون، نیکورمات و انواع نیکون ها را ملاحظه میکنید و اما این قسمت، در این قسمت وقتی آلمان 2 قسمت بود، آلمان شرقی و غربی، آلمان شرقی دوربین‌های با نام اگزاکتا، بعد پنتاگون، پرکتیکا میزد که باز هم لنزای اینا مال کارخانه زایس بود که از مرغوبیت خوبی برخوردار بود. ولی بعداً 2 تا آلمان یکی شد و فقط با نام زرمنی. اینجا یه لنز آتولیه است که لنز شنایدر 360 درجه با F56. این ذره‌بین که میبینید مال کندانسور آگراندیسوره که عکاس‌های معمولا آگراندیسمان میگن ولی باید آگراندیسور گفته بشه، که مال این آگراندیسور 110 ساله هستش که از داخل اشترا بودیم گذاشتیم اینجا به خاطر اینکه 2 بار اینو افتاده، خوشبختانه این نشکسته. این هم بازی دونه دوربین لارج فرمت خواستیم مانورش نشون بدیم که اونا که عکاسی تبلیغاتی کار میکنن با این دوربین میتونن اصلاح پرسپکتیو بکنن، اصلاح بعد فوکوس بکنن
و نورسنج به اصطلاح دستیه. اینم بهش میگیم کمپور. قدیما چه لنز از جلو لنز در پشت رو برمی داشتن، اون رفت کنار، این کمپورا اومد وصل میکردن جلو دوربین لنزا و عکس میگرفتن. اینم میدونه ضرب چاپه که اینجوری باز میشد. خب شما الان اینجا چند تا کلید میبینید که این کلید دقت کنید قرمزه. خب کلید قرمز نشون میداد. بعد ما فیلم رو میذاشتیم، بعد کاغذ عکاسی رو میذاشتیم و بعد یا تایمر یا با اینا نور میدادیم، میرفت توی تاریخخونه توی داروی ظهور که از 5 تا داروی مختلف متل، هیدروکینون، سولفید، کربنات، برومور که همشون به صورت گرد هستن، ما در آب حل میکنیم و به نسبت‌های مختلف داروی ظهور رو میسازیم. بعد ظهور میشه، بعد از ظهور میره روی داروی هیپوسولفیت سدیم که ثابت میشه عکس، بعدم میره تو آب و تو آب شسته میشه. این عکس رو من از استاد شهریار گرفتم. این در تمام دنیا چاپ شده، یعنی هیچ کس نتونسته از استاد شهریار عکسی به این استقامت، با این وسعت دید و با این کادبندی و ترکیب بندی تهیه کنه و ادعا هم میکنم، چون من الان 62 ساله دارم عکاسی میکنم. استاد جدیدالاسلام پس از سالها تلاش و زحمت این موزه رو جمع‌آوری و همکنون در طبقه زیرین برج آزادی در حال خدمت به مردم عزیز ایرانه. بریم بخشی از زندگی استاد رو با زبون شیرین و گویای خودشون بشنویم. این آلبوم هم که میبینید با دستای هنرمند استاد عکاسی و تهیه و در موزه جلوی دیدگان شما قرار میگیره. از 12 سالگی وقتی کلاس 6 ابتدایی رو تموم کردم، پدرم من رو پیش یکی از دوستاش بود تا تعطیلات تابستون عکاسی رو یاد بگیرم. علتش هم این بود که پدرش از عکاسان تبلیس بود که اومده بود ایران و اینجا موندگار شده بود، میخواست ما راه ایشون رو ادامه بدیم. من همیشه میگم روح پدرم شاد که فرمود به استاد، فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ. بعد من از همون موقع رفتم عکاسی. تعطیلات تابستون که تموم شد رفتم مدرسه. بعد از مدرسه باز میرفتم عکاسی کار میکردم که هم وسایل تحصیل، خرج تحصیل خودم رو در می آوردم، هم عکاسی رو ادامه میدادم و از همون موقع عکاسی پورتره را، عکاسی آتلیه را انتخاب کردم. خب من ادامه دادم عکاسی رو تا اینکه درسم تموم شد. 18 سالم بود، منو سرباز نبردن، گفتم باید 1 سال منتظر باشی. بعد اون وقت 1 سال رفتم در نمایندگی کانون پیش خدا بیامرز آقای حاج احمد سعدی که پیش ایشون کار کردم، چون از اول آرزو داشتم که یه دوربین کانون F1 تهیه کنم. بهشون گفتم من اینجا کار میکنم، یک دوربین به من بدید، بعد از حقوقم کم کنید. اون موقع 2800 تومن از حقوقم کم کرد، ماهی 300 تومن میگرفتم. البته اولین دوربینم رو در 12 سالگی سال 1343 وقتی پیش آقای احمد چیابخت عکاسی هالیوود تبریز کار میکردم، 5 هفته کار کردم، هفته 5 تومن 50 ریال به من پول میداد که اولین دوربینم آکوا بود. این دوربین رو که گرفتم فلاش نداشت، آوردم شب تا صبح خوابم نمی بود. صبح داداشم رو بیدار کردم، بعد به حیاتمون آفتاب نمیخورد، بردم جلو در خونمون، جلو مغازم داشتیم که از اینا عکس گرفتم. اولین دوربین و اولین عکسم اونجا هستش، در اولین ویترین شما از سمت اولین دوربین تو داری؟ بله اونجا هستش. بله که بعد وقتی کانون F1 رو گرفتم
بعد رفتم سربازی. بعد از اتمام سربازی معلم شدم در روستای دیززل گلوبیج هشترود که اونجا باز از طبیعت از بچه ها عکاسی میکردم. کلی عکس دارم از اونجا. از همون موقع هر دوربینی که خریدم نگه داشتم، از دست ندادم، تا اینکه اومدم سال 56 در امتحانات ورودی انستیتو تربیت مربیان امور هنری قبول شدم. اومدیم تهران. تهران همزمان شد با انقلاب. سال 56 که قبول شدیم اومدم تهران، همزمان شده بود با تظاهرات مردم. ما هم در انستیتو اعتصاب غذا کردیم. آقای منوچهر جنزی خدا حفظش کنه الان هم در خارج از کشور، وزیر آموزش و پرورش اومد با دانشکده شدن انستیتوی ما موافقت کرد. بعد انستیتومون تبدیل شد به دانشکده. 112 واحد پاس کرده بودیم که انقلاب فرهنگی شد. بعد مدیرانی که دادن به انستیتو اومدن به نام انقلاب فرهنگی اونجا رو تعطیل کردن. برای ما برای 112 واحد یک فوق دیپلم، معادل فوق دیپلم دادن. رفتم تبریز که برگشتم ارجاع شغل باید دبیر هنر شمرده می شدیم. گفتن که الان ما هنر نداریم. یکی از مسئولین امور تربیتی بی‌ادبانه برگشت گفت که شما معلمای ساز و تنبکی هستید، در حالی که ما هم موسیقی، هم نقاشی، هنرهای تجسمی و هم هنرهای دراماتیک، تئاتر هم کار کرده بودیم. همه را به بچه‌ها یاد میدادیم. به من گفتن که بیا برو معارف اسلامی دست بده. قبول نکردم. عربی دست بده. قبول نکردم. چون من ادبیات خونده بودم گفتم ادبیات درس بدم که متاسفانه اونم قبول نکردن. منو از رسته دبیری به آموزگاری تقلیل دادن، تنزل دادن. خوشحال شدم، مشکلی نداره. رفتم کلاس اول ابتدایی را انتخاب کردم. گفتن چرا اول ابتدایی؟ گفتم برای اول ابتدایی همش کودکان معصوم هستن، یک مثل فیلم خام هستن، مثل کاغذ نانوشته هستن. من راحت با اینا میتونم کار کنم و اگر ضعفی داشتن کردن معلم سال قبل نمیندازم. این ضعف از منه که حتی من اگه درازا نمیچشه یه خاطره بجم براتون. بفهم. من یه روز تو دفتر نشسته بودم، یه پسری را آوردن در دبستان دولتی که هیچ جا ثبت نام نکرده بودم. من به مدیر مدرسه گفتم که من اینو قبول میکنم. قبول کردم و تونستم اینو به اصطلاح درس یاد بدم. خب اگر چنان که بعضی از دانش آموزا ضعیف میشن، ضعف از ماست. من میگم که همه قابل تربیت و تعلیم و تربیت هست. یه روز برای این یه جریانی میشم. یه روز تو خیابان چهارراه شهناز سابق تبریز داشتم میرفتم. سه نفر از دوستان دیدم دارم میان. دو تاشو میشناختم. یکی آقای خدا بیامرز آقای فرنود بود، یکی هم آقای رئیس نیا. بعد نفر سوم با اینا میومد. تا رسیدیم به هم، آقای فرنود منو به نفر سوم نمیشناخت. معرفی کرد، گفت آقای جدیدالاسلام. اون آقا برگشت گفت شما با اون جدیدالاسلام معلم چه نسبتی داریم؟ گفتم من خودم هستم. یه مرتبه افتاد که از پاهام ببوسه. بلند کردم، خودم اصلا یه طوری شدم. بلند کردم گفتم آقا گفت شما خواهر منو
از خودکشی نجات دادیم. مشکل دو تاشو گفتم چه من شما رو نمیشناسم، من چیزی رو از خودکشی نجات ندادم. گفت که من اسد صادقی هستم، یکی از بزرگان تئاتر تبریز بود، کارگردان بود، خدا رحمت کنه. گفت خواهر من پسرش رحیم رو برده بود هر جا ثبت نام کنه، ثبت نام نکرده بودن، بعد شما قبول کرده بودین. بعدم فهمیدیم که خواهرم نوشته بود اگر اینو امروز نتونم ثبت نام کنم خودکشی میکنم. بعد با ایشون دوست شدیم، دوست خوبی هم بود، خدا رحمت کنه. یعنی در کلاس اول همچون داستانهایی من دارم که حالا نمیخوام زیاد به طول بکشه، اما همون موقع دیدم که به قول برچه بر گردون نگردان نیستم. رفتم سال 62 عکاسی زدم. سال 62 عکاسی رو که زدم تو تبریز، بله، 2 تا اتاق اجاره کردم، ماهی 2000 تومن، حقوقم بود 3000 تومن. بعد ماه اول 3 تومن کار کردم، ماه دوم 5 تومن، ماه سوم 10 تومن. بعد از اون یعنی کارم طوری گرفت که چند تا دوربین که داشتم تو ویترین دیدم مردم میان با عشق و علاقه نگاه میکنن، شروع کردم به جمع‌آوری دوربین. هر چه دوربین دم دستم رسید خریدم و کم کم کمدهای بیشتری گذاشتم تو عکاسیم و تبدیل به یه موزه کوچک کردم. یه روز در 100مین سال تأسیس بلدیه تبریز تو نمایشگاه بین المللی نمایشگاه داشتیم. من چند تا از این دوربین ها رو بردم با چند تا از عکسای قدیمی هم جمع می کردم و جمع می کنم. شیشه های قدیمی دارم کلی. خلاصه شهردار وقت خدا حفظش کنه جناب آقای نوین اومد یه نگاهی کرد، گفت آقا اینا رو میخواید چیکار کنیم؟ من برگشتم همینطور گفتم که یه جایی رو بدیم موزه کنیم. بعد داداش من مسئول موزه ادبی استاد شهریار بود، صدا کرد، گفت آقا رسول بیا اینجا. صدا کرد اومد، گفت برو از فردا عمارت شهرداری زیر زمینش رو خالی کنی، این داداشت وسایلش رو بیاره اونجا. 150 تا دوربین عکاسی به اضافه 70 قطعه عکس 50x70 تبریز گرده اونجا اهدا کردم تا موزه پا بگیره. بعد موزه شهر تبریز الان اگه تشریف ببرین همون دوربینا هستش و عکس‌ها هم هستش. و تا اینکه به فکر افتادیم یه موزه مستقل بزنیم. این ور اون ور شهرداری منطقه 8 تبریز شهردارش آقای مدبر بود. در نزدیکی بازار سادگیه یخچال سادگیه هست. دستون در جفتا. نه اوکی. بعد در نزدیکی بازار سادگیه تبریز یخچال سادگیه رو و اومدن تعمیر کردم، بازسازی کردم، گفتم بیا اینجا یک طبقه‌شو بدیم به شما موزه بزن. اومدیم اونجا دادیم تقریبا 15 سال قبل و دقیقا یادم نیست الان تاریخش، ولی حدود 15 سال قبل. بعد اومدیم تمام دیواراش اگه تبریز تشریف ببرین الان به نام موزه مشاغل نامیده میشه. طرحهایی دادیم از عکس‌های قدیمی تبریز. بعد 16 تا ویترین آوردیم، اینا را پر کردیم از وسایل عکاسی. اومدن افتتاح کردن و اینا قرار شده بود پولی به ما بدن، ندادن، یعنی شهردارا عوض شدن، ما نتونستیم. آخر سر گفتن که ما یک طبقه از اینجا رو همکف رو میدیم در اختیار شما به عنوان گالری. شما میتونید اینجا نمایشگاه بذارید، مثلا مردم
هنرمندا بیان نمایشگاه بذارن از درآمدش استفاده کنیم. اونم که دادن باز یه سری مخالفت ها شد و بعد 4 سال و نیم دوباره آقای مدبر مجدداً شهردار منطقه 8 شد. منو یه روز صدا کرد، یه صبحانه کاری گفت با هم باشیم. بعد قبلا مبلغی که گفته بودم برای دوربین ها اونو پیشنهاد داد که بدن دوربین ها اونجا باشه. من قبول نکردم چون خیلی فرق کرده بود. آخر سر قرار شد که این دوربین ها رو ما از اونجا برداریم ببریم آتلیه خودمون. من تبریز آتلیه عکاسی دارم تو کوی ولیعصر تبریز. هنوزم هست، منتها درش رو بستیم. داداشم اونجا خوشنویسی میکنه، من دیگه فعالیت عکاسی اونجا ندارم. خلاصه من خیلی اذیتتون کردم. نه استفاده نکنیم. من وسایل قرار شد که اینا گفتم ما وسیله میدیم، وسیله نقلیه میدیم شما ببرید. آقا روز موعود ما رفتیم 10 نفر از خدمات شهرداری رو دیدیم اونجا ریختن با چه عجله وسایل ما رو میچیدن تو کارتون های موز و کارتون های مختلف. بعد گفتن ماشینم میاد، همه رو گذاشتن دم در مثل چه مستاجر رو بیرون میکنن. بعد ماشین اومد دیدم یه ماشین نخال از این ماشین زباله های قدیمی. گفتم ما اینو داریم. من بالاجبار تمام وسایل رو با بتون چی 2 تا از وسیله هم شکست زدیم به این ماشین. آوردیم که جلو آتلیه‌مون اینو خالی کنیم. یه مرتبه مثل که یه ندایی وسطا به من اومد که بابا یه فیلم از اینجا بگیر. یه فیلم گرفتم. بعد رفتم اونایی که خالی می‌کردم پرسیدم بابا اینا رو از کجا میارین؟ از شهرداری. دور ماشین گشتم منطقه 8 همه چی رو قشنگ مستند کردیم. مستند کردم. اومدم به یکی از دوستام که تو خبرگزاری بود زنگ زدم، گفت فوری 2 تا از اون عکس بفرست برای من. گفتم باشه. عکس فرستادم. این گذاشت تو اینترنت. بعد خودم هم گذاشتم توی اینستاگرام. شب ساعت 12 دیدم آقای شهردار پیام داده که میخوان آقای شهردار منطقه 8 پیام داده که کاش به خودمون میگفتیم. من اینو چه گذاشتم تو اینستا 10,000 نفر اومدن دیدن. بازدید خورده بود. خلاصه واقعیتون دیدم یه مقدار ممکن ناراحتی پیش بیاره. فیلم رو برداشتم ولی باز تو آرشیوم هستش. فیلم رو برداشتم. پسرم تهران زندگی میکرد. بلند شدیم اومدیم دیدن و من چون درجه دکترای عکاسی دارم عضو هنرمندان پیشکسوت هستم. مدیرمون خدا حفظش کنه واقعا یه مرد نازنین آقای سید عباس عظیمی از اون نیکان روزگاره اومده بود اینجا مدیر شده بود. من اومدم به دیدنش. بعد صحبت شد. گفت که موزه رو چیکار کردی؟ قضیه رو گفتم. آورد منو این محبت رو نشون داد. بعد اینجا رو نشون داد. گفت وسایل تا میاری اینجا؟ گفتم چرا نمیارم. برای من هم ماشین گرفت هم بلیط رفت و برگشت گرفت. رفتیم تبریز. بعد باشون مسابقه ادامه میدم. اذیت شدی ها والا. حالا ما لذت میبریم. قربان شما. بعد آقای عظیمی آورد اینجا رو به ما نشون داد. اینجا عروسک‌های خیمه شب بازی گذاشته بودن. 3 سال بود که اینجا مونده بود دیگه. واقعا یه مقدار به اصطلاح جذابیتش رو از دست داده بود. گفت که میاری وسایل اینجا؟ گفتم بله. برای من ماشین گرفت و بعد هواپیمای رفت بلیط رفت و برگشت گرفت. رفتیم تبریز جمع کردیم آوردیم. در عرض 3 روز این وسایل رو اینجا چیدیم. البته بعداً تو چیدمان یه تغییرات شده. خب
این ویترینای وسط هم پر بود. این ویترینا رو تازه اینا رو از به اصطلاح جنزینه آوردن بیرون، اینا رو گذاشتن. ویترینا آره نه ویترینا بود، اینا همش موزه جواهرات فرح بود که بله یه زمانی هم موزه سنج بود. خب بعد وقتی که آوردیم وسایل چیدیم، من تمام این عکسایی که می‌بینید همش از آرشیو خودمه. این حتی گاب‌ها رو هم خودم دادم درست کردم، یعنی تمام این اجزا دوربینا. بعد چیدیم دیدیم که مثل چه جواهرات رفته پشت ویترین. واقعیتش در ورودی هم 4 تا ویترین طبق یه قراردادی نوشتیم با بنیاد، در اختیار من بود و بعداً برای اینکه یه مقدار خواستن تبلیغاتشون رو عوض کنن اومدن اینجا وسایل رو برداشتیم که آوردیم اینجا دوربین رو گذاشتیم. خیلی از اینا توی ویترین ها بود و بعضی از این دوربینای لارج فرمت فانوسی رو ما این وسط چیده بودیم، آگراندیسورها و فلان. بعد یه نمایشگاهی بود به خاطر اینکه اینجا رو خلوت کنیم اینا رو گذاشتیم این طرف. بعد وقتی که اینا رو چیدیم دیدیم که خیلی علاقه مند هستن، مردم میان میبینن. ما اینجا بازدید کننده ای داریم که اومده، دفتر ما الان نشونتون میدم، نوشته که من برای 10مین بار به این موزه عکاسی اومدم. خیلی علاقه مندن. از همه مارک ها ما اینجا دوربین داریم. اولین دوربینی که خریدم اینجاست و قدیمی ترین دوربین این مجموعه دوربین مال 175 سال قبل. یه سوال، الان این مجموعه که سیسیه خب همه با درآمد شخصی خودتون بوده دیگه؟ بله. الان درآمدی داری یا نه فقط به بله نه من قرارداد بستم با بنیاد رودکی. مثل اون تبلیغ دیگه نشد دیگه؟ نه با بنیاد رودکی قرارداد دارم، درصدی از محل فروش بلیط رو به من میدن. ارزش این همه زمان گذاشتن ارزشش بدونید این یک کار فرهنگیه. در کار بیشتر فرهنگی عشق و مادی علاقتون درود بر شما. ببینید کار فرهنگی باید آدم از جونش هم مایه بذاره. واقعیت ما به خاطر شما به عشقتون دارین در واقع میرسین، وگرنه اون مبلغی که میگیرین عشق من مردم من هستن. این ملت ایران اون روز از ژاپن اومده بوده است از سفارت خونش. اینجا ما 2 تا دوربین داریم که گفتم ما اینا رو تو ژاپن کمتر میتونیم پیدا کنیم، شما اینا رو میفروشین؟ گفتم که من باید از 80 میلیون نفر اجازه بگیرم. این تعجب کرد از این جواب من. گفتم بله. اینا رو 25 سال قبل اینقدر نبود، از دبی اومدن گفتن شما فقط وایستا کنار، ما 250,000 دلار بهت میدیم، بعد شما فقط اینا رو تحویل ما بده، ما ببریم دبی. من گفتم اینا اولا مثل بچه‌های خودم هستن، یک. در ثانی اینا مال این مملکتن.